من توی یه روستای کوچیک زندگی میکردم که اسمش چشمه‌زار بود. اسم قشنگی داشت ولی خود اونقدر هم قشنگ نبود که آدم فکر کنه قرار زندگی شاهزاده ها توش جریان داشته باشه. چند تا کوچه خاکی داشت. خونه ها بیشترشون کاهگلی بودن. یه حموم عمومی داشتیم که زمستونا از شدت سردی آبش آدم فکر میکرد قرار همونجا رو از بدنش جدا بشه. یه قهوه خونه وسط ده بود و یه دکان بقالی که حاج رجب صاحبش بود. اگه 2 قرون پول کم داشتی طوری به نگاه میکرد که انگار اومدی مال باباشو ببری. بالای ده هم عمارت ارباب بود. عمارت مرتضی خان. ما همه بهش میگفتیم ارباب. حتی وقتی پشت سرش حرف میزدیم بازم میگفتیم ارباب. انگار اسم دیگه‌ای نداشت. پدر من مشهدی یعقوب یکی از رعیت‌های ارباب بود. زمین داشتیم ولی زمین مال ما نبود. کار میکردیم، محصول میدادیم و سهممون رو میگرفتیم. زندگی ما همین بود. پدرم صبح میرفت سر زمین، مادرم از صبح تا شب توی خونه و حیاط کار میکرد. برادرام نادر و کریم به پدرم کمک میکردن. من بیشتر اوقات دنبال این بودم یه جوری از زیر کار در برم. مادرم همیشه معتقد بود من فقط برای خوردن و خوابیدن ساخته شدم. همیشه میگفت عطیه ذلیل مرده، اگه دست خودت بود میگفتی یه نفر دیگه به جات نفس بکشه. یه زندگی ساده داشتیم که پر از چالش و سختی بود. ولی اون سختی ها همه عادی شده بود. اون روزا تنها چیزی که واسم مهم بود و حاضر بودم به خاطرش تلاش کنم پسر عمم بود. یعنی مراد. همسایه بودیم. مراد از بچگی کنارم بود. با هم بزرگ شدیم. با هم دعوا کردیم. با هم خندیدیم و 1000 بار هم سر چیزای الکی با هم قهر کردیم و آشتی کردیم. شاید اون موقعا فقط مثل یه همبازی به هم نگاه می کردیم. ولی وقتی بزرگتر شدیم یه چیزی بینمون عوض شد. اوایل نمیدونستم چه حسیه. فقط دیدم وقتی مراد با دخترای دیگه حرف میزنه هرسم میگیره. وقتی یکی از دخترای ده میگفت مراد برا رو داره دلم میخواست یه چیزی پرت کنم سمتش. بعدم میرفتم یه گوشه هرس میخوردم. چرا اصلا برام مهمه؟ مرادم فهمیده بود. یه بار بهم گفت تو چرا هر وقت من با کسی حرف میزنم قیافت مثل سماور جوش میاد؟ گفتم چون از قیافت بدم میاد. خندید و گفت پس چرا هر جا میرم مثل جوجه اردک دنبالم راه میافتی؟ راستش جوابی نداشتم. از همون سالا بود که کم کم فهمیدم دوست داشتن یه نفر یعنی چی. مرادم منو دوست داشت. اینو مطمئن بودم. ولی هیچ کدوممون زبون به اعتراف باز نمی کردیم و به مرور زمان از هم فاصله می گرفتیم. چون توی ده ما دختر و پسر اگه زیادی کنار هم دیده می شدن فرداش نصف ده براشون قصه می ساختن. چند سال همینطوری گذشت. ما توی خفا همو دوست داشتیم تا اینکه مراد یه شب بهم گفت عطیه اگه یه روز بخوام ببرمت از اینجا میای؟ منم گفتم کجا؟ گفت جایی که بتونیم یه زندگی ساده و خوب واسه خودمون درست کنیم. اگه اینجا بمونیم ارباب تا ابد پولی که با زحمت در میاریم و میکشه بالا. یه آبم روش. تازه از اون طرف بد و بیرام بهمون میگه. انگار نوکر کلفتشیم. راست میگفت. همه این مردای ده هر چقدر زحمت میکشیدن به هیچ جایی نمیرسیدن. همچنان یه زندگی بخور و نمیر داشتن. چون ارباب ظالم بود و زورش زیاد بود هم ازش میترسیدن. منم همیشه گوشه ذهنم یه رویا داشتم که یه روز از اون روستا برم و توی یه جای جدید زندگیمو از نو شروع کنم. پس خنده‌ای کردم و گفتم من که از خدامه، ولی پول از کجا بیاریم؟ نکنه پولدار شدی میخوای یواش یواش بهم بگی که پس نیفتم؟ مرادم بی خیال خندید و گفت نه، ولی هر شب خوابشو میبینم. گفتم پس با چی میخوای منو از اینجا ببری؟ چهرش جدی شد و گفت یه فکرایی تو سرم هست. فقط میخواستم بدونم اگه جور بشه تو با هم هستی یا نه.
حرفشو جدی نگرفتم. طبق معمول با شوخی گفتم تو اول یه فکر برای کفشات بکن که زمستون نزدیکه و با این وضع 2 قدمم نمیتونی برداری. با چشمایی گرد شده به کفشاش نگاه کرد و بعد سرشو آورد بالا و گفت سرت تو کفش خودت باشه چشم سپید. بعد خندید و ادامه داد یه کفش خوب آقام از شهر برام آورده بود ولی مسلم زورش زیاده، پوشید و در رفت. الان 3 هفته است که به خاطر یه جفت کفش تو روستای بغلی کارتون خواب شده. هرچی هم پیغام دادم و گفتم بیا کارت ندارم جرأت نمیکنه برگرده. با این حرفش از خنده قش کردم. گفتم این مسلم از همتون زرنگتره. آخرش به یه جایی میرسه. خلاصه با همین حرفا از موضوع اصلی منحرف شدیم. اون روز فکر میکردم مراد با هم شوخی میکنه ولی نمیدونستم که واقعا یه فکری تو سرش داره. قراره با همین تصمیمش زندگی هممون رو زیر و رو کنه. مراد خیلی تحت فشار بود. هم به خانواده‌اش کمک میکرد هم به فکر ساختن یه آینده با من بود. کلاً در روز شاید 4-5 ساعت میخوابید. همیشه یا تو مزرعه بود یا میرفت چوپانی میکرد. جوون 25 ساله اینقدر زحمت میکشید که دستاش پینه بسته بود. خطوط روی پیشونیش هر روز بیشتر میشد. منم از اون طرف به حالش قصه میخوردم ولی اون روزا یکم رفتارش عجیب شده بود. مطمئن بودم یه فکری توی کلشه ولی نمیتونستم سر از کارش در بیارم. نگرانش بودم. چند بار بهش گفتم هر کاری میکنی فقط دردسر درست نکن. گفت من کی دردسر درست کردم؟ گفتم تو مادرزادی دردسری. گفت پس چرا دوستم داری؟ با این حرفش ساکت شدم. اولین باری بود که اینقدر احساساتمو به رو می آورد. بعد از یه سکوت طولانی گفتم پس فکر کنم دردسر رو دوست دارم. همون شد اولین اعتراف نه چندان عاشقانه بین ما. 1 ماهی از اون موضوع گذشت. اون شبم مثل خیلی از شبهای دیگه همه فکر میکردن مراد رفته شکار غزال. بعضی وقتا دور از چشم نوچه‌های ارباب میرفت کوه. کلا شکار تو کوههای اطرافمون رو ارباب ممنوع کرده بود. فقط آدمای خودش حق شکار داشتن. واسه همین مراد و یه سری جوون کله خراب دیگه هر از گاهی پنهونی میرفتن کوه. آخر شب بود. طبق قرارمون منتظر بودم بیاد دم دیوار پشتی خونمونو با هم حرف بزنیم. مادرم خوابیده بود. پدرم و برادرامم خسته بودن و زود خوابیده بودن. آروم از اتاق بیرون اومدم و رفتم سمت حیاط. هوا سرد بود. لچکم و محکم دور خودم پیچیدم و کنار دیوار ایستادم. هر چند دقیقه یه بار سرک میکشیدم ببینم میاد یا نه. نیومد. 1 ساعت گذشت. بعد 2 ساعت دیگه داشتم عصبانی می شدم. با خودم گفتم اگه بیاد دعوا رو میندازم. نزدیک نیمه شب بود که صدای سم اسب از دور اومد. اول فکر کردم اشتباه شنیدم. بعد صدای چند نفر مرد رو شنیدم. یکی گفت دیدمش از همین طرف رفت. یه نفر دیگه گفت راه رو ببندین. از پشت دیوار سرک کشیدم. چند نفر فانوس به دست از سمت عمارت ارباب پایین می اومدن. یکی از اونها لباس آدمای ارباب رو پوشیده بود. دلم شور افتاده بود. نمیدونستم دنبال کی هستن. تا اینکه یکی داد زد اونجاست، خودشه. نمیدونستم دنبال کیان و طرف چی کار کرده ولی فهمیدم این آدم‌هایی که دارن توی تاریکی دنبالش میگردن بی دلیل اسمشو فریاد نمیزنن. ناخودآگاه از حیاط زدم بیرون و دویدم سمت دیوار پشتی. صدای پا از دور می اومد. بعد یه لحظه مرادو دیدم. از کوچه باریک کنار خونمون رد شد. نفسش بالا نمی اومد. لباسش خاکی بود و یه چیزی رو زیر لباسش پنهون کرده بود. تا منو دید ایستاد. آروم و با ترس گفتم مراد. نفس زنون گفت عطیه بیا اینجا. رفتم جلو و گفتم چه غلطی کردی؟ گفت
الان وقتی این حرفا نیست. گفتم چی شده؟ اینا دنبال تو هن؟ گفت باید برم. گفتم کجا؟ گفت یه جایی که کسی پیدام نکنه. گفتم مراد چی کار کردی؟ چند ثانیه نگام کرد. صورتش خسته بود ولی توی چشماش یه چیزی بود که من تا اون شب ندیده بودم. ترس. گفتم بهم بگو چی شده؟ گفت بعداً بهت میگم. گفتم من نمیذارم بری تا وقتی نگفتی چی شده. گفت اگه واقعاً دوستم داری الان چیزی نپرس. همین حرفش بیشتر منو ترسوند. گفتم حداقل بگو چرا لباسات اینطوریه؟ نگاش افتاد به لباس خودش، همون چیزی که زیر پیراهنش پنهان کرده بود. دوباره خودشو نشون داد. گفتم این چیه؟ گفت این چیزیه که آینده من و تو رو تأمین میکنه. الان باید برم یه جا پنهون شم. چند روز دیگه که آبا از آسیاب افتاد میام دنبالت تا از اینجا بریم. ولی تا اون موقع حواست به خودت باشه. صدای آدما نزدیکتر شد. گفتم مراد داری منو میترسونی. چند ثانیه ساکت موند و گفت فردا را نیفتی بیای دنبالم و اگه دنبال من بیای تو رو هم گیر میندازن. گفتم من آخرش سکته میکنم از دست تو. با عشق به صورتم نگاه کرد و گفت من بهت قول داده بودم که یه روز از اینجا ببرمت. سر قولم هستم. فقط صبر کن. منتظر خبر از طرف من باش. اینو گفت و بعد خودش برگشت و توی تاریکی دوید. دور شد. من همونجا ایستاده بودم و رفتنشو نگاه میکردم. چند لحظه بعد مردای ارباب رسیدن. البته من خودمو از دیوار دور کرده بودم. یکیشون رو به بقیه کرد و گفت از اون طرف رفت. فقط دعا میکردم مراد اونقدر دور شده باشه که صدای نفسشم به گوش اینا نرسه. چند دقیقه بعد همه رفتن. با دست و پای لرزون برگشتم داخل خونه ولی خوابم نمی برد. مراد همیشه سر به هوا بود. همیشه دنبال راهی بود که پول بیشتری در بیاره. همیشه می گفت میخواد منو از این زندگی بیرون بکشه. میترسیدم آخرشم این حرص و اشتیاقش کار دست هر دومون بده. صبح هنوز آفتاب کامل بالا نیومده بود که صدای زنگ در خونمون بلند شد. پدرم رفت در رو باز کرد. چند لحظه بعد صدای مردی از بیرون اومد. مش یعقوب، ارباب گفته همه مردای خونه بیان عمارت. پدرم پرسید برای چی؟ مرد گفت دیشب از انبار ارباب دزدی شده. با این حرفش استکان چایی از دستم افتاد و شکست. مادرم با تعجب نگام کرد. گفت عطیه چی شدی؟ جواب ندادم. باورم نمیشد مراد از ارباب دزدی کرده باشه. همون لحظه فهمیدم مراد کاری کرده که دیگه با عذرخواهی و قسم و التماس درست نمیشه. ولی هنوز نمیدونستم از انبار ارباب چی برده. فقط یه چیزو میدونستم. اگه پیداش میکردن هممون عزادار میشدیم. همونطور که مات مونده بودم به تکه های استکان روی زمین نگاه میکردم. مادرم دوباره گفت عطیه چرا زل زدی به زمین؟ سرم رو بلند کردم و گفتم هیچی مادر. از دستم لیز خورد. گفتم خوابم میاد. گفت تو که دیشب زود خوابیدی. دلم میخواست همونجا بزنم زیر گریه ولی خودم رو جمع کردم. پدرم داشت شالشو دور کمرش میبست و آماده میشد بره عمارت. نادر و کریمم از اتاق بیرون اومده بودن و هر دو قیافشون در هم بود. نادر پرسید چی شده؟ چرا گفتن همه مردای خونه برن عمارت؟ پدرم گفت میگن از انبار ارباب دزدی شده. کریم با تعجب گفت دزدی؟ مردی که دم در ایستاده بود گفت آره دیشب یه چیز خیلی مهمی از انبار کم شده. ارباب گفته هیچ کس حق نداره از ده خارج بشه تا تکلیف معلوم بشه. همین یه جمله کافی بود که بفهمیم قضیه خیلی جدیه. پدرم کفششو پوشید و گفت یعنی راه ها رو هم بستن؟ مرد گفت
فعلا کسی حق رفت آمد نداره. خود ارباب دستور داده. مادرم زیر لب گفت خدا به خیر کنه. من فقط به در نگاه می کردم. منتظر بودم یکی بیاد و بگه اشتباه شده. مثلا بگه دزدی کار یکی دیگه بوده، یا بگه اصلاً چیزی دزدیده نشده، یا حتی بگن مراد برگشته و همه چیز تموم شده. پدرم و برادرم رفتن. من موندم با مادرم. هنوز چند دقیقه از رفتنشون نگذشته بود که صدای گریه از کوچه بلند شد. صدای عمه مهین بود. پشت بندش در باز شد و عمه با دختراش و شوهرش اومدن توی حیاط. صورتش از گریه خیس بود. هنوز ننشسته بود. گفت یعقوب کجاست؟ مادرم گفت رفته عمارت. زنموم زد توی سرش و گفت خدا به دادمون برسه. من همونجا کنار تنور نشسته بودم و نمیتونستم حتی به صورتش نگاه کنم. گفت این پسر چرا دیشب برنگشت؟ مادرم گفت کدوم پسر؟ زنمون با گریه گفت مراد دیگه، از دیشب پیداش نیست. مادرم یه لحظه بهم نگاه کرد. من سری سرمو پایین انداختم. گفت مگه نرفته شکار؟ عمه گفت منم اول همین فکر رو کردم، ولی این همه ساعت گذشته. هر وقت میرفت کوه آفتاب نزده بر میگشت. شوهرش عمو حبیب که تا اون موقع ساکت بود گفت شاید یه جایی گیر کرده. عمه برگشت سمتش و گفت گیر کرده؟ توی کوه گیر کرده؟ حبیب گفت خب ممکنه پاش پیچ خورده باشه، مشکلی براش پیش اومده باشه. زنمون گفت اگه پاش پیچ خورده باشه یکی پیدا میشه بیاد خبر بده. بعد دوباره زد زیر گریه. گفت نکنه بلایی سرش اومده. من دیگه نمیتونستم تحمل کنم. از جا بلند شدم و رفتم سمت اتاق. مادرم صدام زد عطیه کجا میری؟ گفتم سرم درد میکنه. رفتم داخل و در رو بستم. تکیه دادم به دیوار و چند ثانیه چشمامو بستم. صدای عمه هنوز از حیاط می اومد. داشت می گفت مراد بچه منه، میشناسمش. این کاره نیست. اگه میخواست دزدی کنه تا حالا 100 بار کرده بود. عمو حبیب گفت مهین آروم باش. عمه گفت چطور آروم باشم؟ از دیشب بچم نیومده. حالا هم که از انبار ارباب دزدی شده. مردم فردا چی میگن؟ نکنه بندازن گردن مراد. مادرم گفت نگران حرف مردم نباش. عمه با گریه گفت من مطمئنم یه بلایی سرش اومده. ظهر که شد تقریبا همه خانواده عمه اومده بودن خونه ما. عمو حبیب، محسن برادر بزرگش و زن و بچهش، حتی مسلم هم که سر جریان کفش از ده فراری بود برگشته بود. یکی از پیرزنای فامیلم که هر وقت اتفاقی میافتاد خودشو به عنوان همه چیز دون وارد ماجرا میکرد، چسبیده به عمه مهین و یه روز در گوشش حرف میزد. همه نشسته بودن وسط حیاط و هر کسی یه نظری میداد. یکی میگفت شاید افتاده توی دره. یکی میگفت شاید گرگ و حیوانای وحشی بهش حمله کردن. بین اون همه نظریه یه دفعه همون پیرزن که اسمش بلقیس بود دستشو گذاشت روی اون یکی دستشو گفت من دیشب خواب دیدم یه گوسفند سیاه از کوچه معین خانم اینا رد شد. همه چند ثانیه ساکت شدن. مادرم گفت خب. بلقیس گفت همه میدونن خوابای من ردخور نداره. گوسفند سیاه هم شومه. اگه توی خواب زن بیاد حتما بلایی سر پسره اومده. کریم که کنار دیوار نشسته بود زیر لب گفت پس از این به بعد هرچی گم شد اول خواب شما رو بررسی کنیم. من نزدیک بود خندم بگیره، ولی شرایط جوری بود که فقط لبم و گاز گرفتم. زنمون با ناراحتی گفت بچه من گم شده، شما میخندین؟ کریم فوراً گفت نه عمه، من چیزی نگفتم. عمو حبیب گفت باید بریم کوههای اطراف دنبالش. مسلم گفت من میرم. نادر گفت منم میام. پدرم هم
وقتی از عمارت برگشت گفت همه با هم میریم و بعد پراکنده میشیم. باید پیداش کنیم تا بهش اتهام دزدی نزدن. پدرم خسته تر از همیشه بود. نشسته بود و آب میخورد. مادرم پرسید ارباب چی گفت؟ پدرم چند ثانیه سکوت کرد و گفت تا وقتی که چیز دزدیده شده پیدا نشه هیچ کس از ده خارج نمیشه. مثل این که دیشب یکی وارد انبار شده. قفل شکسته شده و یه مقدار از وسایل و انبال انبار کم شده. هیچ کس هم چیزی ندیده. ولی به نظر من ارباب دروغ میگه. از وسایل انبار کم شده. یقین دارم یه چیزی گم شده که خیلی ارزش مادی زیادتری داشته. فقط نمیخواد همه بدونن. وگرنه کسی به خاطر یکم آذوقه نمیاد جون خودشو به خطر بندازه. با ارباب در بیفته. با این حرفش منم به فکر فرو رفتم و حق رو به پدرم دادم. مراد یه چیز با ارزش زیر لباسش قایم کرده بود. پدرم آهی کشید و گفت چون مراد از دیشب گم شده ممکنه همه شکا سمت اون بره. زنمون با گریه گفت حالا چون غیبش زده حتما دزدی کرده. پدرم گفت منم همینو به ارباب گفتم. ضمانت کردم مراد اهل این کارا نیست. کریم پرسید ارباب باور کرد؟ پدرم با تلخی خندید و گفت ارباب برای قبول کردن حرف ما نیومده بود. فقط گفت اگه مراد تا فردا صبح پیدا نشه خودش میدونه با کی طرفه. سکوت سنگینی افتاد. من سرم و پایین انداختم. پدرم ادامه داد از امشبم نگهبان گذاشته سر همه راههای ده. حتی اجازه نداد کسی بره شهر. مادرم گفت یعنی حکومت نظامی شده؟ کریم گفت نه مادر، حکومت نظامی که نه، ولی اگه یه نفر بخواد شب بره دست به آبم باید اجازه بگیره. پدرم یه نگاه تند بهش کرد و گفت مرتی که الان وقتی این حرفاست؟ کریم سرشو انداخت پایین و گفت میخواستم فضا عوض بشه. تا قبل از اون روز ده ما هر چقدرم زیر دست ارباب بود باز زندگی جریان داشت. مردم صبح میرفتن سر کار، بچه ها بازی میکردن، زنها کنار چشمه جمع میشدن و حرف میزدن. ولی از اون روز به بعد همه چیز زیر نظر بود. 2 نفر از آدمای ارباب بالای جاده ایستاده بودن. یکی کنار قهوه خونه میچرخید. یکی هم نزدیک عمارت نگهبانی میداد. هر کس میخواست از کوچه‌ای رد بشه باید جواب میداد کجا میره. حتی بچه ها هم فهمیده بودن یه اتفاقی افتاده. عصر که شد صدای پچ همه جا پیچیده بود. یکی میگفت مراد فرار کرده. یکی میگفت حتما دزدی کار خودش بوده. یکی میگفت ارباب زیادی سخت گرفته. یکی هم میگفت اگه چیزی از انبار برده حتما خیلی با ارزش بوده که ارباب اینطوری در رو بسته. من وسط همه این حرفا فقط به یه چیز فکر میکردم. مراد کجاست؟ زنده است؟ غذا خورده؟ جایی پیدا کرده؟ کسی دنبالش رفته؟ اون چیزی که همراهش بود هنوز پیششه؟ اصلا تونسته فرار کنه؟ شاید زخمی شده. هر فکری که میکردم یه فکر بدتر جاش میومد. شب که شد مردای ده آماده شدن برن کوه. مسلم زودتر از همه راه افتاد. به پدرم گفت من تا پیداش نکنم بر نمیگردم. پدرم دست گذاشت روی شونش و گفت پیداش میکنیم. مسلم با ناراحتی گفت اگه زنده باشه. من از شنیدن این جمله دلم ریخت. عمه که شنید شروع کرد به گریه کردن. گفت این چه حرفیه مسلم؟ برادرت سالمه. پیداش میکنیم. مراد این مسیر رو با چشم بسته هم میتونه بره. مسلم گفت میدونم مادر. بعد مکث کرد و گفت ولی اگه خودش نخواسته برگرده چی؟ با این حرفش همه ساکت شدن. من سریع از حیاط بیرون رفتم. نمیخواستم کسی صورتم رو ببینه. کنار دیوار ایستادم و به تاریکی نگاه کردم. ته دلم یه امید کوچیک داشتم که شاید مراد همین نزدیکی هاست. شاید از دور ما رو میبینه. شاید منتظره همه برن تا بیاد سراغم.
ولی شب گذشت و خبری نشد. مردا صبح نزدیک طلوع برگشتن. خسته و خاکالود. چیزی پیدا نکرده بودن. نه لباسی، هیچی. ارباب وقتی فهمید مراد پیدا نشده بیشتر عصبانی شد. همون روز دستور داد چند نفر دیگه از آدماش راههای اطراف رو بگردن. گفت مراد حتما جایی پنهان شده و کسی از ده کمکش کرده. این حرف باعث شد ترس مردم بیشتر بشه، چون حالا دیگه فقط دنبال مراد نبودن، دنبال کسی هم بودن که احتمال میدادن بهش کمک کرده. من از همه بیشتر میترسیدم، چون میدونستم اگه بفهمن من دیشب با مراد حرف زدم، اولین نفری که سراغش میان منم. روز دوم دیگه همه محتاط‌تر شده بودن. زنا در خونه ها رو زودتر میبستن. نمیذاشتن بچه ها از کوچه دور بشن. حتی حاج رجبم قهوه خونه رو زودتر بست. از دوباره عمه اومد خونه ما. این بار حتی گریه هم نمی کرد. فقط نشسته بود و به یه نقطه خیره شده بود. مادرم کنارش نشست و گفت مهین خودتو اذیت نکن، پیداش میکنیم. عمه با چشمای اشک‌آلود رو به من گفت عطیه، عمه جون، تو آخرین بار کی مرادو دیدی؟ میدونم خاطر تو رو خیلی میخواد. حتما بهت سر زده. با این حرفش قلبم از حرکت ایستاد. تا بناگوش سرخ شدم. مادرم لبه رو سریشو گاز گرفت ولی چیزی نگفت. با دست پاچگی گفتم نمیدونم عمه، یادم نمیاد. شاید 2-3 روز پیش. عمه گفت حرفی نزد؟ گفتم نه. مادرم نگاشو از من گرفت. گفتم فقط گفت میخواد بره کوه. عمه آه کشید و گفت همین کوه رفتنا آخرش کار دستش داد. بعد دوباره شروع کرد به گریه. منم سرمو پایین انداختم. از خودم بدم میومد که دارم به عمه دروغ میگم، ولی اگه حقیقتو میگفتم شاید تا شب همه میفهمیدن. اون وقت مراد حتی فرصت برگشتنم نداشت. دم غروب طبق معمول در حیاط باز بود. پسر ملیحه خانم با هیجان اومد و گفت ارباب تو کوچه است، بیاین بیرون. هیچ وقت ندیده بودم از این نزدیکی رد بشه. همه رفتیم دم در. ارباب اسبشو نگه داشت و به پدرم که جلوی در ایستاده بود گفت مشهدی یعقوب. پدرم جلو رفت. بله ارباب. گفت پسرت خبری از مراد نداره؟ پدرم گفت نه آقا. ارباب نگاشو روی صورت پدرم نگه داشت. گفت بهتره اگه خبری داره بگه. پدرم گفت ما چیزی نمیدونیم. ارباب گفت منم امیدوارم همینطور باشه، چون اگه خودم بفهمم کسی باش همدستی کرده خیلی بد میشه. اینو گفت و بعد اسبشو راه انداخت و رفت. همین جمله کوتاه کافی بود که همه بفهمن اوضاع چقدر بد شده. شب دوم مردای ده دوباره جمع شدن. این بار تعدادشون بیشتر بود. مسلم، نادر، کریم، پدرم، عمو حبیب و چند نفر دیگه. حتی چند نفر از جوانای ده که قبلا با مراد برای شکار می رفتن هم اومده بودن. فانوسا رو آماده کردن. طناب برداشتن و چند تا اسبم زین کردن. زنا دم در ایستاده بودن. عمه با التماس به آستین مسلم چنگ انداخت و گفت مادر قربونت برم، برادرتو پیدا کن. مسلم گفت همه تلاشمو میکنم، نگران نباش. بعد راه افتاد. منم پشت در ایستاده بودم. دلم میخواست فریاد بزنم و بگم نرین، مراد اونجا نیست. ولی میدونستم من نباید چیزی بگم، چون اگه میگفتم باید توضیح میدادم از کجا فهمیدم. بعد همه چیز آشکار میشد و وضعیت مراد از اینم سخت‌تر میشد. چند دقیقه بعد مردا راه افتادن و فانوسا یکی یکی تو تاریکی دور شدن. من کنار در ایستادم و تا آخرین کورسوی نور رو نگاه کردم. بعد برگشتم داخل. مادرم خوابیده بود. خونه برای اولین بار خیلی بزرگ و خالی به نظر می رسید. رفتم کنار پنجره نشستم. تمام شب منتظر موندم. شاید مراد بیاد.
شاید یه سنگ بندازه پشت پنجره. شاید پیغامی بفرسته. شاید همونطور که گفته بود چند روز دیگه برگرده. ولی خبری نشد. فقط صدای باد بود و گاهی صدای نگهبانای ارباب که از دور با هم حرف می زدن. 10 روز گذشت. 10 روزی که برای من اندازه 10 سال طول کشید. از مراد هیچ خبری نبود. نه خودش برگشته بود، نه پیغامی، نه کسی رد و نشونی ازش پیدا کرده بود. مردای ده 2 شب پشت سر هم کوه‌ها و دره‌های اطراف و زیر و رو کرده بودن. آدمای اربابم هر جایی که فکر می‌کردن ممکنه پنهان شده باشه رو گشته بودن. ولی انگار مراد آب شده بود و رفته بود توی زمین. حتی یه تکه لباس، یه رد پا، یه نشونه کوچیک ازش پیدا نکرده بودن. هر روز که میگذشت امید منم کمتر میشد و ترسم بیشتر. شبا کنار پنجره می نشستم و به تاریکی خیره می شدم. گاهی با خودم فکر می کردم شاید همین الان یه جایی نشسته و به من فکر می کنه. شاید زخمیه. شاید گرسنه است. شاید منتظر یه رای پیدا کنه و برگرده. ولی یه فکر بدترم ته ذهنم بود. نکنه پیداش کرده باشن. نکنه بلایی سرش آورده باشن و ما حتی جسدشو هم پیدا نکرده باشیم. هر بار این فکر به سرم میزد دستم رو روی دهنم میذاشتم که صدای گریم در نیاد. توی این 10 روز عمارت ارباب شده بود مرکز تمام حرفای مردم. همه میدونستن یه چیزی از انبار دزدیده شده، ولی هیچ کس دقیق نمیدونست چی. ارباب همچنان ده رو زیر نظر داشت. نگهبانا کمتر شده بودن، ولی هنوز سر جاده ها آدم گذاشته بود. انگار مطمئن بود مراد یه جایی زنده است و بالاخره بر میگرده. عمه مهین دیگه حتی گریم نمی کرد. یه گوشه می نشست و به در خیره می شد. هر صدای سم اسبی که از کوچه رد می شد بلند می شد و می دوید سمت در. بعد که می فهمید یکی دیگه است دوباره همونطور بیجون بر می گشت و می نشست سر جاش. من تنها کسی بودم که می تونستم مراد دزدی کرده و فرار کرده. خودش گفته چند روز دیگه برمیگرده، ولی حالا 10 روز گذشته بود و هیچ خبری نشده بود. آن روز نزدیک غروب بود. طبق معمول همه خانواده عمه مهین خونه ما بودن. من کنار مادرم نشسته بودم و با گوشی رو سریم بازی می کردم که ناگهان صدای همهمه‌ای از کوچه بلند شد. بعد صدای سم اسب اومد. چند نفر با عجله از جا بلند شدن. کریم رفت سمت در و از روی دیوار سرک کشید. چند ثانیه بعد برگشت. رنگش پریده بود. گفت اربابه. پدرم که داشت آب میخورد لیوان توی دستش موند. گفت چی؟ کریم دوباره گفت ارباب با چند نفر داره میاد این طرف. همه به هم نگاه کردیم. عمه گفت برای چی؟ هیچ کس جواب نداشت. چند لحظه بعد صدای کوبیده شدن در اومد. پدرم از جا بلند شد و رفت. در رو باز کرد. من از پشت سر مادرم نگاه کردم. ارباب مرتضی خان وارد شد با قیافه‌ای که انگار نصف دنیا مال خودشه و نصف دیگرش هم قراره به زودی صاحب بشه. 2 زنش همراهش بودن. زن اولش شریفه، زنی حدوداً 40 ساله با صورتی همیشه اخمو، نگاه سرد. زن دومشم پشت سرش سر به زیر ایستاده بود، جوری که انگار به خاطر اخم و تخم شریفه میترسید قیافه بگیره و ابراز وجود کنه. پسر بزرگ اربابم همراهشون بود. علایالدین، مردی حدود 30 و چند ساله که همسر داشت و 2 دختر بچه. وقتی دیدمشون همچین توی شوک بودیم. پدرم کنار رفت و گفت بفرمایین ارباب. ارباب بدون این که چیزی بگه وارد حیاط شد. همه اومده بودن استقبال، حتی عمه مهین که حالش خوب نبود. ارباب با قدم‌های آهسته رفت وسط اتاق و نشست بالاتر از همه. 2 زنش هم این طرف و اون طرفش نشستن. من کنار مادرم ایستاده بودم و قلبم طوری میزد
حس می کردم همه صدای تپش قلبم رو می شنون. ارباب یه نگاه به همه انداخت. بعد خیلی سریع و عادی گفت شنیدم دخترت هنوز شوهر نکرده یعقوب. پدرم سرش رو پایین انداخت و گفت بله ارباب. ارباب دستش رو روی زانوش گذاشت و گفت خوبه، منم برای همین اومدم. با این حرفش دوباره همه توی شوک رفتیم. سکوت بدی حکم فرمان شده بود. حتی بچه کوچیک محسنم که داشت گوشه اتاق بازی می کرد ساکت شد. ارباب ادامه داد امشب اومدم اینجا که دخترتو برای پسر بزرگم خواستگاری کنم. با این حرفش انگار یه سطل آب یخ روی سرم خالی کرده باشن. نفسم بند اومد. مادرم کنارم یه تکون خورد. عمه معین دستش رو روی قلبش گذاشت. پدرم چند ثانیه فقط مات موند. محسن سرش رو پایین انداخت. مسلمم به علاءالدین نگاه کرد. علاءالدین از اول تا آخر حتی یک کلمم حرف نزده بود. فقط نشسته بود و به زمین نگاه می کرد. ارباب ادامه داد زن اولش پسرزا نیست. واسه همین من صلاح دیدم برای پسرم زن دیگه‌ای بگیرم. دختر تو هم جوونه، سر به راهه، کاملا مناسبه. مادر ارباب که همراهشون بود و من تا اون لحظه حواسم بهش نبود لبخند کجی زد. انگار این تصمیم از مدت‌ها قبل گرفته شده بود. پدرم با صدایی که به سختی از گلوش بیرون می اومد گفت ارباب راستش پیشنهادتون خیلی ناگهانی بود. ارباب ابرو بالا انداخت. گفت پیشنهاد نبود، تصمیمش گرفته شده دیگه. حرفی نمیمونه. من فقط اومدم خبر بدم. پدرم دست و پاچه شد و گفت منظورم اینه که عطیه هنوز. ارباب حرفش رو برید و گفت هنوز چی؟ پدرم ساکت شد. توی این ده همه میدونستن بعضی سوالها رو نباید از ارباب پرسید. ارباب کمی جلو اومد و گفت من یکم پرسجو کردم. همین جمله کافی بود که بدنم یخ کنه. نگاهم افتاد به زمین. ارباب گفت شنیدم مراد خاطرخواه دخترته. عمه معین سرش رو بلند کرد. مادرم رنگش پرید. من احساس کردم زمین زیر پام خالی شد. ارباب لبخند زد و ادامه داد واسه مراد قیمتیه، ارزش داره. حالا که با پای خودش تشریف نمیاره امانتی منو پس بده، من میکشونمش اینجا. هیچکس حرف نزد. فقط صدای نفس کشیدنای پر اضطراب توی اتاق میپیچید. ارباب نگاش رو روی من انداخت. گفت من میخوام ببینم اون آقای مجنون وقتی بفهمه دختر مورد علاقه‌شو نشون شده یه پسر ارباب کردن و به زودی قرار عروسیشون به پا بشه، بازم جرأت میکنه یه گوشه قایم بشه یا نه. با این حرفش تازه فهمیدم نیت ارباب چیه. این خواستگاری نبود، دام بود. منم فقط طعمه بودم. پدرم با صدای لرزون گفت ارباب مراد که. ارباب دستشو بالا آورد. اسمشو نیار. من هنوز نمیدونم دزد واقعی اونه یا نه، ولی میدونم 10 روز ناپدید شده و یه چیزی از انبار من گم شده. همین برای من کافیه. عمه معین یه دفعه گفت ارباب پسر من. ارباب با یه نگاه ساکتش کرد و گفت بذارید اگه بیگناهه خودش بیاد از خودش دفاع کنه. من به حرفاش گوش میدم، بعدش تصمیم میگیرم باهاش چیکار کنم. عمه سرشو پایین انداخت. من دیگه نمیتونستم جلوی اشکمو بگیرم. آروم گفتم ولی من نمیخوام. صدام اونقدر ضعیف بود که فکر کردم فقط مادرم شنید، اما اربابم شنیده بود. برگشت طرفم و گفت چی گفتی؟ جرأتم بیشتر شد و گفتم من نمیخوام ازدواج کنم. مادرم سریع آستینم و کشید. ولی ارباب لبخند زد و گفت اینجا کسی از تو نظر نخواست. اشکم سرازیر شد. بعد رو کرد به یکی از آدماش که بیرون ایستاده بود. گفت ملا رو خبر کن. همه با ترس به هم نگاه کردیم. پدرم گفت ارباب لطفاً اجازه بدین چند روز راجبش فکر کنیم. ارباب بی توجه خیلی خونسرد گفت برای محکم کاری همین امشب یه عقد موقت بین این 2 نفر میخونیم. نشون بشن تا پس فردا
که کارهای عروسی رو انجام میدیم. صدای گریم بلند شد. ارباب گفت گریه کن. هر چقدر دلت میخواد. شاید آقای مجنون صدای گریت رو بشنوه و برگرده. برادران به سختی خودشونو کنترل میکردن که چیزی نگن. هیچکس جرأت نمیکرد با ارباب در بیفته. ارباب رو کرد به پسرش و گفت بلند شو کنار عروست بشین. علاءالدین با اخمای درهم و چشمای زاغش که منو حسابی میترسوند بلند شد و کنار من نشست. تمام بدنم میلرزید. اشکام کل صورتمو خیس کرده بود. علاءالدین نیم نگاهی بهم انداخت و چشماش متعجب شد. انگار توقع داشت واسه ازدواج باهاش بشکن بزنم از خوشحالی. چند دقیقه بعد ملا وارد اتاق شد. وقتی وضعیت رو دید خودشم چند لحظه مکث کرد. ارباب گفت بشین کارتو انجام بده. ملا نشست. دفتر کوچیکی عجیبش در آورد. بعد رو به سمیه زن اول پسر ارباب گفت خانم شما رضایت دارین؟ سمیه با اخم به من نگاه کرد و گفت من راضیم. هر کاری به نفع شوهرم باشه همونو انجام میدم. ملا شروع کرد به خوندن خطبه. صدای گریه من با صدای ملا قاطی شده بود. وقتی خطبه تموم شد ارباب بلند شد. مادر ارباب گفت عروسمون رو هم ببریم. ارباب ابروش رو بالا انداخت و گفت نه بذار همینجا باشه. تا عروسی اینجوری اون مار زودتر از لونش میاد بیرون. بعد لبخند زد و گفت وقتی اومد سراغش خودم شکارش میکنم. اصلا نمیفهمه از کجا خورده. بعد بدون اینکه حتی یه بار دیگه به من نگاه کنه از اتاق رفت بیرون. بقیه‌ام پشت سرش راه افتادن. در حیاط که بسته شد تو خونه قیامت به پا شد. مادرم زد توی سر خودش و با گریه گفت دخترم، دختر سیاه‌بختم زن دوم شد. به خاطر بیعقلی مراد زندگیش سیاه شد. عمه معینم شروع کرد به گریه. نادر مشتشو گره کرده بود. کریم با عصبانیت توی اتاق قدم میزد. مسلم فقط یه گوشه نشسته بود و دستاشو توی موهاش فرو کرده بود. پدرم اما هیچ حرفی نمیزد. فقط به زمین خیره شده بود. من وسط اون همه آدم نشسته بودم و گریه میکردم. احساس میکردم دیگه هیچ راهی ندارم. آینده‌ای که همیشه توی ذهنم ساخته بودم یه دفعه جلوی چشمم خراب شده بود. من قرار بود با مراد از این ده برم. قرار بود یه زندگی ساده داشته باشیم. قرار بود یه روز از این عمارت و ارباب و زمین‌های لعنتی دور بشیم. ولی حالا حتی اگه مراد برمیگشت من دیگه آزاد نبودم. من زن پسر ارباب بودم. بدتر از اون ارباب منتظر بود مراد برگرده. عمه مهین وسط گریه‌هاش گفت با بغض گفت بچه من معلوم نیست الان خوراک کدوم گرگی شده. 10 روز پیداش نیست. اینا فقط دنبال اینن یه مقصر پیدا کنن. با این حرفش سرم رو بلند کردم و گفتم میاد. دیگه نمیتونستم چیزی رو پنهون کنم. بغضم ترکید و گفتم من میدونم مراد چرا فرار کرد. هیچ کسی حرف نزد. حتی کریمم سر جاش ایستاد. گفتم مراد واقعاً از انبار ارباب دزدی کرده. با این حرفم انگار بمب وسط اتاق منفجر شد. عمه با دهان باز بهم نگاه میکرد. پدرم از جا بلند شد و گفت چی گفتی؟ اشکم بند نمی اومد. گفتم همون شب من دیدمش. لباسش خاکی بود. یه چیزی زیر لباسش قایم کرده بود. آدم‌های ارباب دنبالش بودن. اومد پیشم گفت این چیزیه که آینده منو تو تأمین میکنه. گفت میخواد حقمونو که ارباب این همه سال خورده پس بگیره. گفت وقتی آبا از آسیاب افتاد برمیگرده دنبالم و با هم از اینجا میریم. عمه دستشو روی صورتش گذاشت و با صدای شکسته گفت یا خدا. پدرم با ناباوری گفت تو از همون شب میدونستی؟ سرمو پایین انداختم و گفتم آره. کریم با عصبانیت گفت پس چرا چیزی نگفتی؟ گفتم چون میترسیدم پیداش کنن. میترسیدم جونشو بگیرن. نادر گفت عطیه میفهمی الان چه بلایی سرمون اومده؟ گفتم میدونم.
ولی الان دیگه دیره. آینده من که سیاه شد و رفت. من دیگه هرچی بشه زن پسر اربابم. ولی مراد اگه برگرده زنده نمیذارنش. سکوت افتاد. گفتم باید قبل از ارباب یکی بهش خبر بده. باید بفهمه این یه دامه، وگرنه با پای خودش میاد توی این تله. مسلم گفت من پیداش میکنم. عمه معین سری برگشت سمتش و گفت کجا میخوای بری؟ مسلم جواب داد هر جا که احتمال میدم پنهون شده باشه. محسنم از جاش بلند شد و گفت منم میام. پدرم گفت شما دوتا اول روستاهای اطراف رو بگردین، ولی حواستون باشه کسی نفهمه دنبال مراد میگردین. اگه آدمای ارباب بفهمن تعقیبتون میکنن. اون شب مسلم و محسن راه افتادن. قرار شد اول برن روستای پایین دست، بعد روستای کنار رودخانه و از اونجا هم سمت آسیاب قدیمی. روز بعد من از صبح مثل آدمی که عقلشو جا گذاشته باشه هر چند دقیقه یه بار میرفتم دم در رو برمیگشتم. مادرم گفت عطیه بیا یه گوشه بشین، اینقدر دور خودت نچرخ. گفتم مامان اگه مراد برگشته باشه چی؟ مادرم آه کشید و گفت خدا کنه بر نگرده. نزدیک ظهر بود که صدای همهمه از کوچه بلند شد. اول فکر کردم مسلم و محسن برگشتن، ولی چند لحظه بعد در حیاط باز شد و چند زن وارد شدن. 2-3 نفرشون تنبک کوچیکی دستشون بود و پشت سرشون 2 زن مسن‌ترم اومدن. یکی از زنها که صورتش پر از خط و چروک بود رو به مادرم کرد و گفت مبارکه. مادرم با چشمای گرد شده گفت چی مبارکه؟ زن خندید و گفت دخترت عروس ارباب شده دیگه. پشت سر اونها زن اول علاءالدین سمیه هم وارد شد. مادر و مادر بزرگ علاءالدین هم همراهش بودن. سمیه از همون لحظه‌ای که وارد شد با نفرت بهم نگاه میکرد. مادر ارباب رو به من گفت بی معطلی حاضر شد دختر جون، وقت نداریم. یکی از زنها که آرایشگر بود جلو اومد و گفت خانم کوچیک بشین، باید صورتتو بند بندازم. گفتم نمیخوام. مادرم با گریه گفت عطیه بذار کارشونو بکنن. همون 2-3 تا زن منو بردن گوشه اتاق و شروع کردن به مرتب کردن سر و وضعم. بعد از اینکه کارشون تموم شد همه با هم رفتیم حموم عمومی. وقتی از حموم برگشتیم دوباره همه رفتیم خونه ما. صورتمو بزک کردن، ابروهامو مرتب کردن و به موهام روغن زدن. پارچه دور سرم بستن. توی دلم میگفتم کاش همه چی خراب بشه، کاش مراد نیاد، کاش مراد بیاد. دیگه خودمم نمیفهمیدم چی میخوام. عصر که شد زنای ده همه کم کم جمع شدن. صدای تنبک و دست زدن توی حیاط پیچید. من وسط اتاق نشسته بودم و اشک میریختم. زنا فکر میکردن از خوشحالیه. حتی یکی اومد کنار گوشم و گفت خجالت نکش دختر، هممون یه روز عروس شدیم. دلم میخواست بگم شما رو با تهدید عروس نکردن، شما رو تومه نکردن که عشق فراریتون رو بگیرن. اما هیچی نگفتم. سر شب صدای ساز و دهل از بیرون بلند شد. قلبم ریخت. همه رفتن سمت در. منم با قدم‌های لرزون پشت سرشون رفتم. علاءالدین روی اسب بود و چند نفر از مردای ده همراهش بودن. وقتی منو دید یه لحظه لبخند زد. انگار واقعاً فکر میکرد من خوشحالم. جلو اومد و کمک کرد سوار اسب بشم. دلم میخواست جیغ بزنم. دلم میخواست خودمو پرت کنم پایین. اما فقط زیر لب گفتم خدایا خودت کمکم کن. اسب راه افتاد و دور ده چرخید. صدای ساز و دهل توی گوشم میپیچید و زنها از کنار کوچه ها برام دست تکون میدادن. هر چقدر بیشتر به عمارت نزدیک میشدیم قلبم بیشتر میلرزید. اسب پیچید توی جاده عمارت و در بزرگ عمارت از دور دیده شد. اسب از حرکت ایستاد. منو از اسب پایین آوردن. دیگه به آخر خط رسیده بودم. چشمام رو بستم و توی دلم از مراد خداحافظی کردم که همون لحظه صدای بلندی از پشت سرمون اومد. اول یه فریاد، بعد صدای دویدن و
بعد صدای وسیله شکاری بلند شد. همه جیغ کشیدن. اسب‌ها رم کردن و من از ترس خودم رو محکم به زین چسبوندم. یکی فریاد زد راه رو ببندین. یکی دیگه گفت مراده. قلبم ایستاد. مراد بود. از لابلای آدما دیدمش. لباسش خاکی بود و موهاش به هم ریخته بود. صورتش لاغر شده بود، اما خودش بود. زنده بود. با تمام قدرتش فریاد زد عطیه. اشکم سرازیر شد. علایالدین جلو اومد و مردهای اربابم دورمون جمع شدن. بعد خود ارباب از جلوی عمارت بیرون اومد با همون آرامش همیشگی. نگاهی به مراد انداخت و گفت دیر اومدی پسر. مراد نفس نفس میزد و گفت عطیه رو ول کن. ارباب خندید و گفت ول کنم؟ بعد به من اشاره کرد و گفت این دختر امشب زن پسر منه. مراد با صدای شکسته گفت من اجازه نمیدم. ارباب گفت محرمیت خونده شده. مراد چند لحظه به من نگاه کرد. اشکم سرازیر شد. ارباب گفت حالا تو اول چیزی که دزدیدی رو پسش بده، بعد درباره سرنوشت عطیه حرف میزنیم. مراد سرشو پایین انداخت. چند ثانیه سکوت کرد و بعد با صدایی لرزون گفت من چیزی ندزدیدم. ارباب گفت پس اون چیزی که از انبار من کم شده کجاست؟ تو تا الان چرا پنهون شده بودی؟ مراد گفت دزد واقعی اینجا تویی. تو چیزی که حق ما رو بوده دزدیدی. این زمینا ارث آبا و اجدادی ما هستن که تو به زور ازمون گرفتی. من یه شب دیدم آدما دارن از زمینای ما طلا در میارن. دیدم زمین رو چطور میکندن. دیدم طلاها رو گذاشتن توی گونی، بعد توی انبار خود دفنشون کردن. یکی از مردا گفت چی میگی؟ تو زمینای ما طلا بوده؟ مراد فریاد زد گنج توی زمینای ما پیدا شده بود. زمینهایی که نسلا در نسل ما روش کار کردیم و برای اجدادمون بوده. بعد 2 تکه طلا رو از جیبش بیرون آورد و گفت من فقط همین 2 رو برداشتم. صدای همهمه بلند شد. مراد با بغض گفت من دزد نیستم. فقط حق خودم رو به زور گرفتم. من نمیخواستم تا آخر عمر رعیت بمونم. یکی از پیرمردهای ده جلو اومد و گفت آفرین به شجاعتت پسر. تو کاری کردی که همه ما حداقل یک بار میخواستیم انجام بدیم. بعد رو به بقیه کرد و ادامه داد حق با مراده. مرتضی خان تمام این سالها حقمونو خورده و تا جون داشتیم ازمون کار کشیده. حالا وقتشه که حقمونو پس بگیریم. با گفتن این جمله همهمه‌ای بین مردم افتاد و شروع کردن به سمت ارباب سنگ پرتاب کردن. همه چیز به هم ریخت. مردم دیگه ترس نداشتن. سنگ‌ها یکی یکی به سمت آدمای ارباب میرفت. فریاد آدما همه جا رو برداشته بود. ارباب داد زد بزنیدشون. آدمهای ارباب وسیله هاشون رو بیرون آوردن و صدای هولناکی بلند شد. زنها جیغ میکشیدن و بچه‌ها گریه میکردن. مردهای ده عقب نمیرفتن. سالها ترسیده بودن، اما اون شب دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتن. من وسط اون جهنم فقط دنبال مراد میگشتم. یه دفعه دیدمش که داشت به طرفم میدوید. گفت عطیه. وقتی به هم رسید گفت زود باش بیا از اینجا بریم. اما هنوز 2 قدم دور نشده بودیم که صدای دیگه‌ای بلند شد. علایالدین چند قدم اون طرفتر ایستاده بود. یکی از آدمای ارباب اشتباهی اونو هدف گرفته بود. علایالدین با چشمای از حدقه بیرون زده افتاد روی زمین. ارباب برگشت سمتش. وقتی پسرشو توی اون حال دید چند ثانیه خشکش زد. چند نفر رفتن سمت علایالدین و یه نفر با صدای بلندی گفت تموم کرده، نفس نمیکشه. یه نفر دیگه داد زد ارباب خودش باعث مرگ پسرش شد. با این حرفش ارباب چند قدم به سمت علایالدین رفت. با ناباوری کنارش زانو زد. باورش نمیشد پسرش به خاطر اشتباه نوچه‌هاش جونشو از دست داده باشه. همین که مطمئن شد علایالدین مرده، دستش رفت سمت قلبش و روی زمین کنار پسرش افتاد.
اون شب اربابم کنار پسرش دار فانی رو ودا گفت. کل خانوادهشون عزادار شدن. مردم معتقد بودن ارباب به خاطر تاوان کاراش پسرشو از دست داده. کسی از مرگشون خوشحال نبود، ولی به خاطر ظلمی که از بین رفته بود آدما احساس آرامش میکردن. بعد از مرگ ارباب مردم رفتن و چیزایی که توی انبار بود رو بین خودشون تقسیم کردن. هر کس حق خودشو گرفت. مراد جسارت به خرج داده بود و ریسک کرده بود، ولی همین کارش باعث شد زندگی همه دستخوش تغییر بشه. 1 ماه بعد از مرگ ارباب من و مراد ازدواج کردیم و زندگیمون رو توی همون چشمزار شروع کردیم، چون دیگه زیر بار ظلم نبودیم که بخوایم جای دیگه کوچ کنیم. بله دوستان عزیزم، دنیا داره مکافاته و اگه واقعا کسی بد کنه حتما جوابشو میگیره. عزیزان، اگه از صدای من و کانال من خوشتون میاد لطفاً کانال رو سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. سپاس از همراهی شما عزیزان.